دوستان گرامی، این ورزشگاه شاه عبدالله هست و علاقه روزنامه‌نگاران همه آماده هستند برای به دورگیری دسته الهلال، چون که امروز تمرین‌های آخر را می‌گذراند و با دسته الاهلی پگاه به رقابت اولین نیمه‌نهایی وارد می‌شود. البته درباره این بازی سخن‌ها خیلی زیاد هستند. به هر نوع دو دسته بهترین، از طرف دیگر در جیده که دسته الاهلی بازی می‌کند و بازی به حیث بازی خونگیش هم هست. گمان می‌رود که این دسته به پیروزی نائل می‌شود، اما نمی‌دونم. حالا توجه می‌کنیم به الهلال که اینجا تمرین‌های خود را شروع خواهد کرد. دسته الهلال کمی دیرتر به میدان اومد و از این رو ما هم خیلی انتظار شدیم. گروه‌های گوناگونی خبرنگاران در اینجا حضور داشتند. اینجا تلویزیون تاجیکستان، تلویزیون ورزش هم هست که حالا آماده میشن برای مصاحبه را انجام دادن با ادو سری ممکن و یگان نفر دیگر، اما ببینید خیلی دورتر جایگیر شدند فوتبال بازان. دسته الهلال بعد غلبه‌اش بر گوانجو در ردیف این بازی یک بازیگری بهترینش جواو کانسلو را از دست داد و او لات برداشت و گمان می‌رود که بعد از 4 تا 6 هفته به میدان برگردد. به هر نوع به جای او بازیگری که به میدان اومد راه حل مسئله را یافت، ولی در مقابل دسته الاهلی بازی نکردن او شاید برای دسته الهلال دشواری آورد. در برابر این دسته الاهلی ماه فوریه سال روان در لیگ برتری عربستان سعودی محض الهلال را در ورزشگاهش با حساب 3-2 شکست داد و حالا اینجا آنها بر آن عقیدند که در این بازی که برگزار می شود باز یک بازی نهایت زیبا نشان خواهند داد در مقابل الهلال، ولی الهلال در اکثر بازی ها با کامیابی میسر شده است. و هر نوع از روی گفت سرمربی دسته الاهلی اینجا یگان ترس و شبهه نیست، آن طوری که الهلال بهترین یعنی چمپیون بازی خود را نشان میداد، آنها یک اسلوب خاصی در مقابل دسته الهلال بازی کردن را پیدا کردند. همه بازیگرای دسته الهلال امروز آمادگی خوب میگیرند. یاسین بونو در دروازه است. خوب دیگر بازیگرانی که اینجا قرار دارند آنها میخواهند مسئله به دور دیگر گذشته را حل و فصل نمایند. به هر نوع کمبودی ها در هیئت دسته ها شاید پیدا شود. این را وقت نشان میدهد و پگاه شما بازی بین این دسته ها را در وخوری نیم نهایی اولین لیگ برتر چمپیونای آسیا خواهید دید. اینجا من بودم علایالدین بوریف از ورزشگاه ملک عبدالله یا خود شاه عبدالله این گزارش را آماده نمودم. قدم شوية قدم شوية بس